به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. از حس بد به حس خوب یا از حال بد به حال خوب. نویسنده دیوید برونز هستش، مترجم ساقی اکبری و نشر الینا در تهران در سال 1403 این کتاب رو چاپ کرده. موضوع این کتاب شناخت درمانی و روانشناسی هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. در این کتاب شما با تازه ترین روش های علمی آزموده برای غلبه بر حالات افسردگی و داشتن احساسی بهتر در زندگی آشنا خواهید شد. تکنیک ها بر اساس شکل جدیدی از درمان معروف به شناخت درمانی است. این درمان راه شناخت درمانی نامیده‌اند، زیرا شما روش‌های درک و نگاهتان را به همه چیز در زمانی که غمگین هستید تغییر می‌دهید. بنابراین احساس بهتر و مفیدتری پیدا می‌کنید. این تکنیک‌های بالا برنده روحیه به طرز عجیبی مؤثر هستند. در واقع شناخت درمانی یکی از شکل‌های اولیه روان درمانی است که در مطالعات و تحقیقات بالینی نشان داده شده است که به اندازه داروهای ضد افسردگی در درمان افسردگی‌های شدید و خفیف مؤثر است. در حالی که ضد افسردگی‌ها اغلب مفید هستند، ما راهی را می‌شناسیم که به بیشتر مردم برای غلبه بر مشکلات روحیشان بدون استفاده از دارو کمک کرده است. با من همراه باشید تا این کتاب رو کشفش کنید. اگر یک روز صبح پر از دلشوره از خواب بیدار شوید، اگر مجبور هستید که همه کارها را خودتان انجام دهید، اگر احساس می‌کنید که کارتان بی‌ارزش است، اگر زیر فشار انتقادها پژمرده شده‌اید، اگر از ارتباطات صمیمی دوری می‌کنید چون که فکر می‌کنید انسان جذابی نیستید، اگر فکر می‌کنید به دنیا آمدنتان بی‌فایده است، شما با این روش انقلابی و علمی بدون استفاده از دارو و درمان‌های طولانی حوصله‌تان را سر جا آورید و روحیه خود را بالا ببرید. تنها وسیله‌ای که شما لازم دارید عقل و درایت و دنبال کردن متدهایی است که در این کتاب آمده است. با این متدها شما دیدن چیزها را به روش خود که باعث پایین آوردن روحیه شما می شود را متوقف می کنید. شما می توانید با احساس شکوه و پر انرژی بودن و با انواع افسردگی ها خداحافظی کنید و از یک نوع لایه برداری روحی خوب لذت ببرید. بخش اول، تحقیق و تئوری. پیشرفت در درمانات اختلالات خلقی. افسردگی یک مشکل بهداشت عمومی در جهان نامگذاری شده است. در واقع افسردگی چنان در جهان گسترش یافته است که آن را سرماخوردگی روحی می‌نامند. اما یک تفاوت چشمگیر بین سرماخوردگی و افسردگی وجود دارد و آن این است که افسردگی شما را به کشتن می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که میزان خودکشی در سالهای اخیر حتی میان کودکان و نوجوانان به طرز تکان دهنده افزایش یافته است. ممکن است کمی غم‌انگیز باشد، اما این میزان از مرگ و میر علیرغم توزیع میلیاردها داروهای ضد افسردگی و آرامبخش که در چند دهه اخیر انجام شده است رخ داده‌اند. اجازه دهید قبل از اینکه دچار افسردگی بشوید به شما یک خبر خوبی بدهم و آن این است که افسردگی یک بیماری است، نه یک بخش ضروری در زندگی سالم. چیزی که خیلی مهم است، شما می توانید با یادگیری چند متد ساده
برای افزایش روحیه خود بر افسردگی غلبه کنید. یک گروه از روانشناسان و روانپزشکان در دانشگاه پزشکی پنسیلوانیا یک پیشرفت شگفت‌انگیزی در درمان و جلوگیری از اختلالات خلقی را گزارش دادند. نارضایتی از روش‌های سنتی برای درمان افسردگی، زیرا آنها دریافتند که این روش‌ها کند و غیرقابل تأثیر هستند. این پزشکان یک روش موفق و کاملا نوین در درمان افسردگی و دیگر اختلالات احساسی را آزمایش کردند و آن را توسعه دادند. مجموعه‌ای از داده‌های اخیر ثابت کرده است که این تکنیک‌ها حتی نسبت به رواندرمانی و دارودرمانی نشانه‌های افسردگی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. نام این انقلاب در درمان شناخت درمانی است. سالهای اخیر به طور متمرکز درگیر توسعه شناخت درمانی شدم و این کتاب اولین تعریف و معرفی این متدها به عوام است. کاربرد و ارزیابی علمی این روش در درمان ریشه‌ای افسردگی کار نوآورانه دکتر بک است، کسی که در اواسط سال 1950 آغاز به تصحیح روش منحصر به فرد خود در خلق و خو کرد. تلاش‌های پیشگامانه‌اش آغاز ظهور شهرت در دهه گذشته شد. به خاطر تحقیقاتش بسیاری از متخصصان سلامت روان متعهد شده بودند که روش شناخت درمانی را در دانشگاه پزشکی پنسیلوانیا و نهادهای پزشکی دیگر ارزیابی و تصحیح کنند. شناخت درمانی یک تکنولوژی سریع در اصلاح رفتار است که شما می توانید برای خودتان از آن استفاده کنید. آن می تواند به ما کمک کند که مشکلات آینده و افسردگی ها را به حداقل برسانید. تکنیک های ساده خلق و خوی مؤثر شناخت درمانی. 1. نشانه های بهبود سریع. در افسردگی های خفیف رهایی از علائم در کمتر از 12 هفته مشاهده می شود. 2. درک. توضیح روشن اینکه چرا شما ترش‌رو شده اید و اینکه چه کاری برای تغییر این خلق و خو می توانید انجام دهید. شما علت اینکه چه چیزی باعث احساسات قویتان می شود را خواهید آموخت. چگونه احساسات عادی را از احساسات غیر عادی تشخیص دهید و چگونه به شدت و ارزیابی شدت ناراحتی خود پی ببرید. 3. کنترل کردن خود. شما خواهید آموخت که چگونه استراتژی‌های مؤثر و امن را استفاده کنید که حال شما را در زمانی که ناراحتید بهتر کند. من شما را به صورت عملی، واقعی، گام به گام و با طرح کمک به خود راهنمایی خواهم کرد. در حین استفاده از آن، خلق و خوی شما به طرز خودکار تحت کنترلتان قرار می‌گیرد. 4. پیشگیری و رشد فردی. پیشگیری واقعی و طولانی در نوسانات خلقی آینده به طور مؤثر می‌تواند بر اساس ارزیابی و نگرش‌های اساسی باشد که روی گرایش اصلی شما به افسردگی قرار می‌گیرد که چگونگی دوباره ارزیابی کردن فرضیات و به چالش کشیدن آنها بر اساس ارزش‌های انسانی را به شما نشان خواهم داد. تکنیک‌های مدارا کردن و حل مشکلاتی که شما می‌آموزید هر بحرانی را در زندگی مدرن در بر می‌گیرد. از آزار و اذیت‌های کوچک تا ویرانی‌های عاطفی بزرگ. اینها شامل مشکلات واقعی مانند طلاق، مرگ، شکست به علاوه مشکلات سخت و نامعلومی که به نظر می‌رسد هیچ علت خارجی و واضحی ندارد، مانند پایین بودن اعتماد به نفس، ناامیدی، احساس گناه، بی‌عاطفگی. ممکن است اکنون سوالی پیش بیاید و آن این است: آیا این کمک دیگری از روانشناسی عمومی است؟
در واقع شناخت درمانی یکی از اولین شک‌های رواندرمانی است که از طریق تحقیقات علمی سخت تحت بررسی دقیق جامعه تحصیلی مؤثر گزارش شده است. این درمان به خاطر داشتن ارزیابی و اعتبار از بالاترین سطوح علمی منحصر به فرد است. این تنها روش کمک به نفس نیست، بلکه یک پیشرفت بزرگی است که بخش مهمی از جریان اصلی پژوهش‌های روانپزشکی مدرن است. شناخت درمانی یا شناخت درمانی به دلیل داشتن پایه علمی تأثیر زیادی گذاشته است و برای سالهای مدیدی قدرتش را حفظ خواهد کرد. موقعیت‌های حرفه‌ای که شناخت درمانی حاصل کرده است، مانند روانشناسی سنتی فراموش نخواهد شد. شناخت درمانی غیر شهودی و نهان نیست، بلکه بر اساس عقل سلیم عملی است و مورد استفاده همه قرار می‌گیرد. اولین اصل شناخت درمانی این است که خلق و خوی شما بر اساس شناخت و طرز فکرتان ایجاد می‌شود. شناخت به طرز نگاه شما برمیگردد. ادراک، نگرش ذهنی، اعتقادات، روش تفسیر شما و چیزهایی که در مورد شخصی یا چیزی میگویید، شما احساس میکنید که اکنون کاملا درست میگویید و این به خاطر افکاری است که آن لحظه در ذهن شما خطور میکند. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. با خواندن این مطلب چه حسی به شما دست میدهد؟ امکان دارد که فکر کنید شناخت درمانی به نظر درست میرسد، اما به درد من نمیخورد. اگر این افکار در ذهنتان جاری شود، شما احساس شک‌گرایی و دلمردگی میکنید. چه چیزی باعث میشود این گونه فکر کنید؟ افکار شما این احساسات را با مکالمه‌ای که با خود دارید ایجاد میکنید. در مقابل ممکن است احساس تعالی به ما دست دهد و بگویید به نظر میرسد این همان چیزی است که میتواند به من کمک کند. واکنش احساسی شما به خاطر چیزهایی نیست که میخوانید، بلکه به خاطر طرز فکر شماست. در لحظه‌ای که فکر خاصی به ذهنتان میرسد و به آن فکر اعتقاد دارید، شما پاسخ احساسی سریعتری را تجربه میکنید. افکار شما احساسات شما را میسازد. دومین اصل این است که وقتی شما احساس افسردگی میکنید، افکار شما بر چیزهای منفی و نافذ مسلط می شود. شما فکر می کنید نه تنها خودتان، بلکه تمام دنیا تیره و تار است. چیز بدتر این است که شما باور خواهید کرد که همه چیز بدتر از آن چیزی است که تصور می کردید. اگر شما اساساً دچار افسردگی شده اید، شما حتی آغاز به باور کردن این خواهید کرد که همه چیز منفی است. همانطور که به گذشته نگاه می‌کنید، تمام خاطرات و اتفاقات بد را به یاد می‌آورید و وقتی سعی می‌کنید به آینده فکر کنید، همه چیز را پوچ، مشکلات را بی‌پایان و پر از غم و اندوه می‌بینید. این نوع دید دلگیر و غم‌انگیز یک حس ناامیدی ایجاد می‌کند. این احساس کاملاً غیر منطقی است، اما به نظر واقعی می‌رسد که خودتان را متقاعد می‌کنید که بی‌کفایتی شما برای همیشه ادامه دارد. سومین اصل اهمیت درمانی و فلسفی است. تحقیقات ما ثابت کرده است که افکار منفی که باعث پریشانی عاطفی می‌شود، تقریباً همیشه اختلالات بزرگی را در بر می‌گیرد. اگرچه این افکار معتبر به نظر می رسد، شما خواهید آموخت که این افکار غیر منطقی فقط یک خطای ساده است و چیزی که شما را رنج می دهد آن افکار پیچیده هستند. احتمالاً افسردگی شما به خاطر نداشتن درک صحیح از واقعیت باشد و این اغلب لغزش ذهنی ایجاد می کند. فرض کنیم شما معتقدید که هر آنچه میگویم بی‌اعتبار است. چه چیز مفیدی برای شما خواهد داشت؟ اکنون به مهمترین نتیجه تحقیقات بالینی‌مان می‌رسیم. شما می‌توانید یاد بگیرید که به طور مؤثری
با خلق و خویتان ارتباط برقرار کنید. اگر بر متدها مسلط باشید، آنها بسیار در از بین بردن اختلالات شما کمک می‌کنند. وقتی واقع بینانه تر نگاه کنید، احساس بهتری پیدا خواهید کرد. چطور شناخت درمانی نسبت به دیگر درمان‌های تأسیس شده و پذیرفته شده در درمان افسردگی مؤثر است؟ آیا درمان جدید می‌تواند افراد با افسردگی شدید را درمان کند؟ شناخت درمانی چگونه با سرعت عمل می‌کند؟ آیا نتایج آن قطعی است؟ چندین سال پیش یک گروه از محققان در مرکز شناخت درمانی دانشگاه پزشکی پنسیلوانیا که شامل دکتر جان راش، آرون بک، ماریا کواکس و استیو هالون بود، یک مطالعه مقدماتی در مقایسه شناخت درمانی با یکی از مؤثرترین داروهای ضد افسردگی را آغاز کردند. تووفرانیل یا ایمپرامین هیدروکلوراید بیش از 40 بیمار مبتلا به افسردگی شدید را به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم کردند. گروه اول درمانها را بدون دارو و از طریق شناخت درمانی دریافت می‌کردند، در حالی که گروه دوم با تووفرانیل درمان می‌شدند. این روش تحقیق به خاطر ایجاد فرصت‌های زیاد برای مقایسه این دو درمان در نظر گرفته شده بود. تا آن زمان هیچ مشکلی از روانشناسی جز با استفاده از دارو درمانی جوابگو نبوده است. به همین دلیل است که در 2 دهه اخیر داروهای افسردگی مورد توجه بسیاری از جوامع متخصص برای درمان افسردگی‌های جدی قرار گرفته بود. هر دو گروه از بیماران در 12 هفته درمان شدند. تمام بیماران علاوه بر تست‌های روانشناسی گسترده‌ای که قبل از تست انجام داده بودند، هر چند ماه یک بار به مدت 1 سال مرتباً مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. پزشکانی که این تست‌ها را انجام می‌دادند، هیچ نقشی در درمان نداشتند و کاملاً بی‌طرف بودند. این تضمین یک ارزیابی عینی از درستی هر کدام از درمان هاست. بیماران شامل افراد با افسردگی متوسط تا افراد با افسردگی شدید می شدند. اکثر آنها در درمانهای قبلی توسط پزشکان و کلینیک‌های متوسط مختلف شکست خورده بودند. 3/4 آنها در زمانهایی که به پزشک یا مراکز مراجعه کرده بودند، دست به خودکشی زده بودند. میانگین سالهایی که بیماران دچار افسردگی شدید و جدی شده بودند 8 سال بود. بیشتر آنها اظهار داشتند که بیماریشان قابل حل نیست و احساس می‌کردند که هیچ امیدی در زندگی ندارند. یک بیمار سخت از جمعیت طوری انتخاب می‌شد که بتواند تحت سخت‌ترین موقعیت‌های پرچالش امتحان شود. نتیجه مطالعات غیر قابل تصور بود. شناخت درمانی خودش را از هر لحاظ بالاتر از دارو درمانی نشان داده بود. همانطور که شما در جدول 1 می‌بینید. اینجا جدولی آورده شده که موقعیت 44 بیمار افسرده پس از 12 هفته شروع درمان رو نشان میده. بیمارانی که با دارو درمان شدن، بیمارانی که با روش شناخت درمانی بهبود یافتند. بهبودی برتر. بیماران درمان شده با شناخت درمانی به صورت آماری قابل توجه است. 15 بیمار از 19 بیمار درمان شده توسط شناخت درمانی بعد از 12 هفته درمان کاهش قابل توجهی در علائم بیماری داشتند. به علاوه 2 نفر که بهبود یافته بودند ولی هنوز با افسردگی ملایم دست و پنجه نرم می‌کنند. تنها 1 بیمار از درمان حذف شده است و یکی از آنها هنوز درمان را شروع نکرده است. در مقابل تنها 5 نفر از 25 بیمار به درمان از طریق داروهای ضد افسردگی پاسخ دادند و بهبودی کامل یافتند. 8 نفر از آنها به خاطر عوارض جانبی داروها حذف شدند و 12 نفر دیگر هیچ علائم بهبودی
و نه حتی بهبودی نسبی نشان ندادند. چیزی که از اهمیت خاصی برخوردار بود، کشف بیشتر بیماری‌هایی که به وسیله شناخت درمان شدند. درمان سریعتری نسبت به بیمارانی که با مصرف دارو بهبود یافتند داشتند. در هفته اول یا دوم کاهش چشمگیری در فکر خودکشی در گروهی که با شناخت درمانی درمان می شوند به وجود آمده بود. اثر شناخت درمانی برای بقیه دلگرم کننده بود که بدون تکیه بر دارو روحیه خود را تقویت کنند و به جای مصرف دارو درک اینکه مشکل چیست را بالا ببرند و کاری برای مقابله با آن انجام دهند. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آن بیمارانی که پس از 12 هفته بهبود نیافتند چه میشوند؟ شناخت درمانی مانند سایر درمانها این نیز یک اکسیر نیست. تجارب بالینی نشان داده است که اشخاصی هستند که سریعاً به درمان پاسخ نمی‌دهند، اما اکثراً می‌توانند بهبود یابند. البته اگر بر دوره درمانی طولانی پافشاری کنند که بعضی اوقات بسیار سخت است. یکی از پیشنهادهای دلگرم کننده برای اشخاصی که افسردگی شدید دارند، مطالعه اخیر دکتر ایوی بکبرن و همکارانش در شورای تحقیقات پزشکی در دانشگاه ادینبرگ اسکاتلند است. این تحقیقات نشان داد که ترکیب مصرف داروهای ضد افسردگی همراه با متد شناخت درمانی میتواند مؤثر باشد. در تجربیاتی که دارم، پیشگویی‌های قاطع در بهبودی، تمایل مداوم در اعمال تلاش برای این کمک به خود است. این نگرش را به کار ببرید، موفق می‌شوید. اکنون چقدر به بهبودی امیدوار هستید؟ متوسط بیماران درمان شده با روش شناخت درمانی ما حذف قابل توجهی از علائم بیماری در اواخر درمان را تجربه کردند. بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که آنها شادی را تجربه کردند که تاکنون در زندگی آن را حس نکرده بودند. آنها تاکید کردند که تمرینات خلق و خو باعث ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس می شود. مهم نیست که اکنون چقدر احساس بیچارگی، افسردگی و بدبینی می کنید. من مطمئنم که شما نتایج سودمندی را تجربه خواهید کرد. اگر مایل به کار بردن این متدهای آمده در این کتاب باشید و آنها را با پشتکار و پایداری انجام دهید، چند وقت درمان اثر می کند؟ یافته‌های مطالعه در طول 1 سال پس از تکمیل درمان بسیار جالب بود. با اینکه بسیاری از اشخاص در هر دو گروه نوسانات خلقی گاه به گاه در طول سال داشتند، هر دو گروه همچنان دستاوردشان را حفظ کرده بودند. آنها درمان مشخص را در پایان 12 هفته نشان دادند. کدام گروه دوره پیگیری را بهتر گذرانده است؟ آزمون‌های روانی به علاوه گزارش بیماران ثابت کرد که گروه شناخت درمانی به طور قابل ملاحظه‌ای احساس خوبشان ادامه دارد و این تفاوت از نظر آماری قابل توجه بود. میزان بیمارانی که به حالت اول برگشتند در گروه شناخت درمانی نصف گروه دارو درمانی گزارش شده است. این تفاوت‌ها در بیماران درمان شده با روش جدید قابل توجه بود. آیا این نتایج به نظر شما به این معناست که من میتوانم شما را تضمین کنم بعد از اینکه این متد را استفاده کردید و افسردگیتان برطرف شد دیگر هیچ وقت دچار افسردگی نمیشوید؟ قطعاً نه. این مسئله مانند این است که به شما بگویم در طول پیاده روی روزانه شما به وضعیت جسمی خوبی خواهید رسید و دیگر هیچ وقت دچار تنگی نفس نمیشوید. یکی از بخش‌های انسان بودن این است که گهگداری دچار غم و غصه شوید. بنابراین میتوانم شما را تضمین کنم که هیچ وقت دچار حالت پایداری نمیشوید. این یعنی اینکه شما باید تکنیک‌هایی را برای کمک به خودتان مکرراً استفاده کنید. البته اگر می‌خواهید کنترل احوالتان را داشته باشید. تفاوت بین تصادفی احساس خوب پیدا کردن یا
احساس خوب پیدا کردن از طریق استفاده مکرر از متدهایی که روحیه‌تان را هر وقت که بخواهید بالا ببرد، چگونه این کار توسط جوامع دانشگاهی به دست آمده است؟ اثر این یافته‌ها بر روانپزشکان، روانشناسان و سایر متخصصین سلامت روان قابل توجه بوده است و به نظر می‌رسد که اثر اصلی آن هنوز در راه است. نتیجه تحقیقات ما، نشریات تخصصی و کارگاه‌های سراسر کشور علاقه گسترده جایگزین شکل‌های اولیه شد. مطالعات پژوهشی برای بررسی این یافته‌ها هنوز در راه بهترین مراکز آکادمی در ایالات متحده و اروپا است. اهمیت بزرگ پیشرفت اخیر تصمیم دولت فدرال به سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار در چند سال آینده در چندین دانشگاه که برنامه تحقیق در مورد افسردگی دارند تحت حمایت مالی مرکز ملی سلامت روان بود. بر اساس تحقیقات اصلی، اثر داروهای ضد افسردگی و شناخت درمانی با یکدیگر در مقابل داروی بالا برنده روحیه تعیین می‌کند که ماهیت درمانی کدام یک برتری دارد. به علاوه، سومین نوع از روان درمانی که بر فاکتورهای فردی و شخصی تمرکز دارد، ارزیابی خواهد شد. این پروژه در شماره اخیر مجله علمی شرح داده شده است. به طور واضح قصد دارد به عنوان بزرگترین و دقیق‌ترین مطالعه رواندرمانی در تاریخ باشد. همه اینها چه چیزی را به موضوع اضافه کرده است؟ ما در حال تجربه یک توسعه مهم در روانشناسی و روانپزشکی هستیم. یک روش جدید و امیددهنده در درک احساسات بشر بر پایه درمان از طریق شناخت قابل بررسی است. شمار زیادی از متخصصین سلامت روان اکنون در حال نشان دادن تمایل به این روش هستند و به نظر می‌رسد طغیان شدیدی در راه است. پس از تکمیل تحقیقات اصلی، بیش از 100 نفر از بیماران افسرده مانند کسانی که از طریق شناخت درمانی بهبود یافته بودند، بهبود یافتند. برخی با ناامیدی و احساس اینکه درمان نمی‌شوند به ما به عنوان تیر نهایی مراجعه می‌کردند و تعداد بیشتری از آنها از زندگی روزانه شاکی بودند و می‌خواستند سهم بیشتری از شادی را در زندگی داشته باشند. فصل دوم، چگونه حال خود را تشخیص دهید؟ اولین قدم در درمان. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.